به نام خدا، من مارک هستم. با جلسه دهم دوره آموزشی بیت کوین تریدینگ مقطع آلفا در خدمتتون هستیم. خب توی این جلسه ما می‌خوایم که در مورد فیبوناچی و ابزارهای مربوط به فیبوناچی و طریقه استفاده کردن از اونها و اینکه چطور فیبوناچی میتونه به کمک ما ابزارهای فیبوناچی چطور میتونن به کمک ما بیان که بتونیم روی چارت بیت کوین بهتر و دقیق‌تر کارهای خودمون رو و تحلیل‌های خودمون رو انجام بدیم صحبت بکنیم. فیبوناچی اگر درست بگم یک دانشمند ایتالیایی بوده در گذشته که یک فرمولی رو طرح میکنه که خیلی جاها کارایی داشته. این فرمولش همونطور که روی صفحه میبینید Fn مساوی میشه با Fn منهای 1 به علاوه Fn منهای 2 که F همون فیبوناچیه و N اینجا عدد متغیریه که ما میتونیم هر عددی رو توی اون قرار بدیم. N رو اگر ما 1 بذاریم خب در میاد که 1 منهای 1 صفر به علاوه 1 منهای 2 منفی 1 میشه، اما ما منفی ها رو اینجا در نظر نمیگیریم. اولین عدد 1 هست و اولین nی که ما میتونیم بذاریم 2 هست. خب اگر f 2 رو ما بخوایم محاسبه بکنیم میشه 2 منهای 1 که میشه 1 به علاوه 2 منهای 2 که میشه 0 که همون 1 به دست میاد و بعد از اون هم دوباره 2 و 3 و فقط میبینید که 1 و 2 با هم دیگه 3 میشن، 3 و 5 هم با هم دیگه 8 میشن، 5 و 8 هم با هم دیگه 13 و همینطور تا آخر. خب اول چیزی که ما میخوایم اینجا بررسی بکنیم، اگر ما بیایم توی ببینید میخوایم درصدهای فیبوناچی رو هم ما با هم دیگه بررسی بکنیم که چطوری به دست میاریم. ما اعداد فیبوناچی رو به دست آوردیم از طریق همون فرمول فیبوناچی، اما چیزی که اینجا هست میتونیم ما درصدهای فیبوناچی رو هم به دست بیاریم. اگر اینترن یا یکی پس از دیگه ای رو ما اینجا نگاه بکنیم و عدد کوچکتر رو بر عدد بزرگتر ما تقسیم بکنیم، حاصل همشون یک عدد مشخص میشه که این خیلی جالب میتونه باشه. ما اگر 5 رو بر 8 تقسیم بکنیم 61 صدم رو ما میده. اگر 21 که عدد بعدی اون 34 رو 21 رو بر 34 تقسیم بکنیم باز عدد 61 صدم رو ما میده. همینطور عدد 55 که عدد بعد از اون 89 بر همدیگه تقسیمشون بکنیم باز هم 61 صدم رو ما میده و این 1% از فیبوناچی رو برای ما نشون میده. و همینطور اگر ما بخوام یکی در میون هم این کار رو انجام بدیم میبینیم که 21 رو اگر بر 55 تقسیم بکنیم، اگر 34 که ما بین آنها هست و کاری بهش نداشته باشیم 38 صدم رو ما میده. اگر 55 رو بر 144 تقسیم بکنیم 55 بعدیش 89 بعدیش 144. اگر 55 رو بر 144 تقسیم بکنیم بازم 38 صدم رو ما میده. یعنی تقسیم اعداد فیبوناچی بر هم دیگه 1% برابری رو به ما میده که بسیار برای ما قابل ملاحظه است که برای همینه که خیلی از جاها از فیبوناچی استفاده میکنن. حالا اگر معکوس این یکی در میون هم ما بخوایم حساب بکنیم، یعنی اگه ما بیایم بزرگتر رو بر کوچکتر تقسیم بکنیم 55 بر 21 تقسیمش بکنیم 34 که ما بین اونها هست و ما کاری نداشته باشیم به ما عدد 2.61 یا همون 2.61 رو میده. اگه ما بیایم 55 رو اگه ما بیایم 144 رو که قبلش میشه 89 کارش نداشته باشیم، قبلش میشه 55 رو 144 رو بر 55 تقسیم بکنیم به ما 2.61 رو باز میده. همینطور ببینید وقتی یک کار رو داخل اعداد فیبوناچی انجام میدیم تقسیم اعداد بر هم دیگه به صورت متناوب یا به صورت درست همشون 1% خاصی رو به ما میدن که به اینها میگن درصدهای فیبوناچی که توی چارت بیت کوین و روی مارکت بسیار کارایی دارن. خب ما اینجا یک فیبوناچی کارکشن داریم که ابزاری که ما میتونیم توی مارکت ازش استفاده بکنیم بهش میگن فیبوناچی ریتریسمنت. ما از فیبوناچی کارکشن یا فیبوناچی ریتریسمنت چجور استفاده میکنیم؟ به عنوان مثال قیمت داره بالا میره و به یک جای قیمت رسیده و داره رو به پایین بر میگرده. همونطور که نگاه میکنید اگر ما حد پایین تا حد بالای اون قیمت رو در نظر بگیریم فرق نداره تو چه تایم فریمی باشیم، تو چه ویوی باشیم، چقدر قیمت
تغییر کرده باشه، $500 یا $1000 یا هر چیزی، ما میتونیم این رو بررسی بکنیم. خب فیبوناچی ریتریسمنت یا کارکشن یا همون اصلاحی چیزی رو که ما نشون میده درصدهای فیبوناچی رو که ما الان براتون توضیح دادیم. این درصدهای فیبوناچی در فیبوناچی کارکشن به ما کمک میکنن که ما بتونیم تقریبا حدس بزنیم که همون قیمت تا چه قیمتی یا تا چه درصدی میتونه برگرده و دوباره از اونجا به صعود خودش ادامه بده. و اگر نگاه بکنیم ما برای شما نوشتیم که 38 فیبوناچی با رنگ سبز رنگ یا 0.5 یا همون 50% فیبوناچی هم بهش میگن که با رنگ زرد نشون داده شده، یا 61 فیبوناچی میتونه قیمت برگرده، یا همینطور کلا قیمت میتونه برگرده پایین. 78 هم داره، حالا روی چارت قشنگ براتون توضیح میدیم. قیمت میتونه تا این هول و هوش برگرده و دوباره به سمت بالا حرکت بکنه که ما اینجا از ابزار فیبوناچی کارکشن و ما از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت اینجا استفاده خواهیم کرد. و همینطور هم در روند نزولی وقتی که قیمت داره رو به پایین میاد و انتظار داریم که حالا یک کارکشنی داشته باشیم و قیمت یک مقداری به بالا برگرده، ما باز میتونیم که از درصدهای فیبوناچی استفاده بکنیم از فیبوناچی ریتریسمنت و تقریبا حدس بزنیم که قیمت میتونه تا کجا بالا بیاد، تا 38 فیبوناچی یا کمتر از اون یا بالاتر از اون، و بعد از اونجا دوباره وارد روند نزولی بشه و به حرکت پایین رفتن خودش قیمت ادامه بده. خب اگر ما بخوایم حرکت بیت کوین یا حرکت مارکت رو توی روند خودش حساب بکنیم که چجوری کار میکنه، از چه فیبوناچی بخوایم استفاده بکنیم، بهش میگن فیبوناچی کانتینیویشن. اما ابزاری که استفاده میکنیم بهش میگن فیبوناچی اکستنشن. یعنی قیمت به عنوان مثال از $6000 حرکت کرده اومده تا $8000 و بعد دوباره برگشته پایین تا $7000. حالا ما میخوایم اینجا ببینیم که از این قیمتی که الان داریم از $7000 قیمت امکان داره تا کجا دوباره بالا بره، چه مقدار ممکنه که این حرکت رو به بالا ادامه پیدا کنه و همینطور در روند نزولی هم میشه این رو بررسی کرد. خب ما اینجا میتونیم از درصدهای فیبوناچی باز استفاده بکنیم از فیبوناچی اکستنشن که میتونه ما این چیزی که نشون میده حالا 1.27 فیبوناچی باشه یا 1.61 فیبوناچی باشه یا همینطور درصدهای دیگری از فیبوناچی و میتونه قیمت رو برای ما مشخص بکنه که این روند صعودی یا نزولی ما تا چه قیمتی ادامه پیدا میکنه. و همینطور ما فیبوناچی دیگری داریم که بهش میگن فیبوناچی تایمینگ که ابزاری که ما برای استفاده کردن فیبوناچی تایمینگ نیاز داریم ترند بیسد فیبوناچی تایمه که تقریبا زمان تغییر روند رو به ما نشون میده برای اینکه ببینیم how far the wave will go، برای اینکه ببینیم که تا چه مقدار این ویو یا این موجی که ما درش هستیم صعودی یا نزولیه میتونه پیش بره. و همینطور هم فیبوناچی حالا روی چارت هم بهتون نشون میدیم، مثال های عملی براتون میزنیم که به قیمت اهمیتی نداره، فقط زمان رو برای ما مشخص میکنه فیبوناچی تایمینگ یا همون ترند بیسد فیبوناچی تایم که ازش استفاده میکنیم. و همینطور تولز یا ابزار دیگه که ما میتونیم استفاده بکنیم فیبوناچی چنل هست که ما برای پیدا کردن ساپورت و رزिस्टنس میتونیم ازش استفاده بکنیم یا همون خطوط حمایت یا خطوط مقاومت رو برای آینده پیش بینی قیمت که ممکنه به چه خط حمایتی یا به چه خط مقاومتی برسه و واکنششون بده، اون رو هم ما میتونیم برای خودمون از ابزار فیبوناچی چنل استفاده بکنیم که این هم میتونه باز به هر حال به کمک ما بیاد.